السلام علیکم بچه های غریبی توجی من مادری محمد جان نه ماشین ما بچه را گم کردم همین بچه ما گم شده است اینا 5 ماه میشوه از سعی میمرد نه گپش نه خبرش نه تلفنش نمیدونم در کجا در مدتی 9 ماه بچه را یافتم من همینجا محمد جان من قرضور شدگی بگاه چسا چی کار کنه میرم قرضا ما بکنم در می مدت میروگی بکشم بچه مرا محمد جان من یک بچه خودشتم قبول پدرشم گذشتگیه و همون خاطره که من ایجارا میشیستم کل کنی رفتی همونجا کشتنه اگر علاجش باشند کم در من نیاردم دیگه من قرضه بچه را بدم در گروه را باشم. السلام علیکم دوستان عزیز. این مادری که دیده شما چند ماه پیش با ما نوار کرده بود برای فرزندش گمشدگی قضای الهی فرزند از دنیا میگذره یا میکشنش در طرف ساچی برای قرضای خواجگیشون دادن آمده که خود دنیا گذشته شید. مادر برای پیشی سر قبری فرزندش بوده ساله یا برای قرضاشون که قرضای بچه بوده که در قبر آرام بخوابه همین نوارا کرد مضمون خواهش کرد به خاطر خدا ما را به خاطر خدا هم دشنبه که خچونه زبربند خچونه میمونیم التماس یک دهه به خاطر الله کمکش کنه گپ زیادی نزنه. این مادر یک فرزند داشت که الله خیر امانتش گرفت خدا رحمت و مغفرتش کنه. این لله و این الیه راجعون. از خدا هستیم و به سوی خدا باز میگردیم. به مادر صبر جمیل التماس برادرها چه قدری میتونیم به خاطر خدا کمکش کنیم بتونیم برای از نزدیک مادر خبر بگیریم. خدا نگهدار رحمت برای دستگیرتون. التماس نوارا پنگ کنید لایک کامنتاری خوبتون فراموش نکنید. ما هر چی میکنیم به خاطر خدا و به خاطر ملت عزیزمون میکنیم. هر روز برآوردن روی اکران نمیخورم اما مادر خیلی از اون اومده است که قرضای برای قوت کاری نداره قرضای فرزند ما گفته بودیم فرزندم در قبرستان آرام بخوابم. مقصدش همین قدر است. خلاص خدا نگهدار. کدومید باشین مرا یاردم بده برای این بچه دستگیریم کنه که این بچه ما پیدا شوه یا خودش میشنوه یا رفیقاش یا جروش همین را تشکیل کنیم بچه که ما پیدا شوه. بچه را گم کردم در مدتی 9 ماه بچه را یافتم محمد جان من قرضور شدگی بگاه چسا چی کار کنه میرم قرضا ما بکنم در می مدت میروگی بکشم بچه مرا محمد جان من یک بچه خودشتم قبول پدرشم گذشتگیه و همون خاطره که من ایجارا دلی غم دیده روز و شب ندارد که این دنیا که رایی